دستگاه بخور سرد HU36 از برند یوتک. این دستگاه داره تنظیم حالت خواب، تایمر تنظیم ساعت کار، ظرفیت مخزن 4 لیتر، سنسور اتمام آب، قابلیت تنظیم شدت بخار و چراغ LED چند رنگ برای نور شب. داخل جعبه دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه وجود داره که پیشنهاد می‌کنیم قبل از راه اندازی حتما اون رو مطالعه کنید. خود دستگاه هم در داخل پوشش پلاستیکی و فوم‌های محافظ بسته‌بندی شده. همچنین در داخل دستگاه بسته‌ای وجود داره که داخلش آداپتور اتصال به برق شهری قرار گرفته. در جلوی دستگاه پنل کنترل لمسی قرار گرفته. روزنه خروج بخار به صورت 360 درجه قابل چرخشه و امکان تنظیم جهت انتشار بخار رو به ما میده. استوانه خروج بخار به درب دستگاه متصله و قسمت اتصال مخزن خوشبو کننده در داخل مخزن و در بالای اون قرار داره. همچنین این دستگاه دارای فیلتر تصفیه آبه که کارایی و دوام اون رو بیشتر میکنه. LED نور شب چند رنگ هم از ویژگی‌های جذاب این دستگاهه. قبل از راه اندازی حتما فوم‌های محافظ داخل دستگاه رو خارج کنید. برای پر کردن آب داخل دستگاه باید توجه داشته باشید که آب داخل استوانه خروج بخار ریخته نشه و همچنین حتما از آب تصفیه شده استفاده کنید. بعد از این مرحله میتونیم دستگاه رو به برق متصل کنیم و اون رو روشن کنیم.